مون بازیگری رقم 14 کوین اینگرسو این ضربه رو به اجرا می‌رساند. حالا نه نفری دیگر ضربه می‌زند و بسیار خطرناک دوستان عزیز برای تیم منتخب ما و فیلیپینی ها حساب رو باز میکنند از ضربه جریمه‌ای. مخصوصا فوتبالباز رقم 10 جیمز یانگ هستند که در این فرصت خیلی همولی ضربه رو به اجرا رسانید و دروازه عبدالعزیز محکموف رو رخ نکرد. حساب 0-1 به فایده فیلیپین. اکنون در مورد اشتباه نخواهیم گفت که واقعا توپ قریب که توسط مرکز وارد دروازه شد و عبدالعزیز محکموف تا اندازه اشتباه هم کرد. ولی یک چیز خواهم گفت، این فوتبالبازی که مکتب چلسی را گذاشته است و دست پرور قهرمان انگلیس می باشد و از این گونه هنرها او منتخب فیلیپین است. ساتو دایسو که تحت رقم 11 هم توپ را به بازی می‌دارد و تلاش داورون ارگاشف خیلی هم موفق برای توپ رابوی. امید شریپوف اینجا اشتباه میکنه در مرکز میدان که این حال امکانیت نداد برای ضربه زدن. گل اینجا اشتباهی 100% امید شریپوف که نتوانست توپ را در اداره خود بگیرد و باید با دیگر سمت تلاش میکرد. اینجا مشکلی 100% این حال برای تیم منتخب تاجیکستان پیدا گردید. متوجه میشیم به حالت تکرار که چگونه امید شریپوف فرصت داد به بازیگران فیلیپین، اونها هجوم خود را آغاز کردند و بعدا گل زده شد در اجرای بازیگری تیم منتخب فیلیپین که پس نیز خیلی هم عالی بود در اجرای اوت و حمله‌گر خاویر پاتینیو نووا و همچنین بازیگر دیگری خط دفاع این بازیگر رقم 5 مایک اوت هستند. همچنین بازیگران خط نیم حافظه تیم منتخب فیلیپین رقم 14 یک به یک از دروازه‌بان میگذرد و گل سوم رو تسلیم دروازه تیم منتخب تاجیکستان میکند بازیگر فیلیپین و قسم دوم بازی هم با دهشت آغاز میگردد. حالا فوتبالبازان در میدان با همدیگر اشاره میکنند و گناهکار را بکنند. فکر میکنم گناهکار اساسی در این گل خودی بازیگران فیلیپین بودند که واقعا در نظر یک سر و گردن بالا از بازیگران تیم منتخب تاجیکستان هستند. باید این رو اعتراف کرد و مشکلی اساسی ما این که ما نمیتوانیم مانع روی حمله های تیم منتخب فیلیپین گردیم. اونها فکر میکنم با دیگر خیل نوعی فوتبال در برابر ما بازی میکنند. دوبل میکنند اینجا خاویر پاتینو. میراب در حقیقت هم اینجا گلی سومی اکنون تنون از اوت باید اون رو به بازی در آورد. در جریمه‌گاه یک نفر از پا میافتد. پنالتی در آغاز قسم دوم بازی برای فرصت برای گلزنی. حالا ما گل نزدیم و پرویز عمربایف این کار رو انجام میدهد که در تیم منتخب فوتبال تاجیکستان 4 دفعه گل زده است در بازی هایی که اشتراک کرده است. والا پرویز عمربایف این کار رو انجام میدهد. ببینید جلیلوف رو از پای افتاندند. اینجا اونها دعوا میکنند و او رو مجبور نمود. پرویز جان عمربایف در نزد تو با پای چپ ضربه اجرا خواهد کرد. توپ در توری دروازه. اولین گل ما در بازی های انتخابی برای راحت به جام آسیا و اما این در حالت خیلی هم ناگوار و مشکل و فکر میکنم تنها امید نک باید کرد، نیت نک باید کرد و توپ رو در بغل گیری به مرکز میدان آمد و همچنین ادامه داد تلاش خود رو. اگر در بازی امروزه کامبک کنند فوتبالبازان تیم منتخب تاجیکستان فکر میکنم این بازی خواهد بود که ما آرزو میکنیم و این یک داستان خواهد بود که اگر به آسیا برویم پس این رو به نکی یاد کرد. پرویز عمربایف گل پنجم نیم محافظتگر تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در تیم کشور است و او توانست که پس از 3 گل بازیگران فیلیپین دروازه آنها را رخنه بکند و این هم از اما اشتراک نکردند. نه در فینال شکست خوردند اونها از فلسطین اونجا اشتراکچی جام آسیا بود 2015 هم که از گروه بعداً برآمده نتوانست. حالا هجوم تیم منتخب فوتبال تاجیکستان منوچهر جلیلوف باید فرصت را از دست داد. سوپر بازیگری ذخیروی دوستان عزیز نجات بخشید فوتبال تاجیکستان چه در باشگاه چه در تیم ملی تاجیکستان. حالا یکی از بهترین بازیگزاری تیم منتخب تاجیکستان را با گل انجام داد. این هنوز در دقیقه 61 بازی که برای کامبک کردن تنها یک گل دیگر کافی است.
5 دقیقه و 2 گل برای تیم منتخب ما. حالا تا انجام رقابت نیم ساعت یا خود 30 دقیقه دیگر وقت است و باید بازیگران ما همین طور رقابت کنند و برای پیروزی تیم منتخب فوتبال تاجیکستان تلاش میکنند. با تو فوتبالبازان تیم منتخب فیلیپین بازیگر رقم 21 اشتباه میکنند روبن دکتورا که در قسم دوم به میدان اومد. خاویر پاتینو کاپیتان تیم منتخب فیلیپین با تو. اصلا این دستپروری باشگاه فوتبال چلسی است. بله نفره که با ضربه دقیق گل زده بود و نفر دیگر همین کار رو اجرا میکند. فیلیپین از مسافه دور بازیگر رقم 11 ساتو دیسو که گل زد. و بینید که چگونه اینجا در نزد مخلصان ما البته تنتنه کردن گل با ما البته نه میفورد خوش نخواهد آمد. این در حالی که همه انتظار یک معجزه بودند امیدهای ما رو برباد داد ولی آفرینشون در واقع فوتبالبازان تیم منتخب فیلیپین از کوچکترین امکانات است برای انجام بازی رو به انجام رسانیدن برای تیم منتخب ما که باید فوتبالبازان ما به هجوم بزنند و چنین می شود که بازیگران فیلیپین باز هم تلاش میکنند برای موفق شدن و زدن گل. خیلی امکاناتی خوب قریب 1 به 1 منوچهر گل از هیچ کجا امکانیت میشود. بله امکان است حالا برای دسته منتخب ما دقیقه 89 رقابت 1 دقیقه دیگر تا وقتی اساسی و شاید حالا دقیقه ایلاوه کردن شده است از جانب داور. امید داریم دوستان عزیز حساب 3-4 و همین یک چیز بخشیده نخواهد شد اگر ما نجات نیابیم در بازی امروزه. بر وقت بس کردن بازی فوتبالبازان تیم منتخب تاجیکستان. حالا منوچهر جلیلوف توپ رو تسلیم دروازه میکند و در حال توپ رو به مرکز میآورد. بازی باز هم اجازه داده شده است با توپ